سلام خدمت شما بینندگان محترم چنل دیوی تعمیر. امروز در خدمت شما هستیم با تعمیر هدست نیا. ببینیم مشکلش چیه. اجازه بدید اول باتری رو چک بکنیم. بله، ولتاژ 4.6 ولت رو مشخص میکنه. باتری درسته. حالا میریم سراغ سویچش. سویچ کار نمیکنه، قطعی داره. حالا باید بریم سیما رو کنترل کنیم. این دوتا نوشته سویچ 1 و سویچ 2. اگر اینجا رو دقت بکنید، این قسمت رو دقت بکنید، میبینید که کاملا، اجازه بدید سمت دوربین بگیرم. بله، مشکل اینجاست. خب حالا ما میریم این قسمت هایی که اینجا متصل شده اینا رو باز میکنیم. سیمی که در آوردیم به این شکل قطع بود. از اینجا قطعی داره تا اینجا. پس مشکل اصلی این هدست قسمت سیمش بود. حالا سیمای سویچ رو وصل میکنه. خب در ادامه سیمو در آوردیم. از این قسمت قطعی داشت، قطعی رو برطرف کردیم. تست رو انجام میدیم. بله، داره کار میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. امیدواریم از این برنامه خوشتون اومده باشه. ممنون میشیم لایک کنید، سابسکرایب کنید و از ما حمایت بکنید. انشالله منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. با تشکر از شما.